سلام خدمت همه دوستا، خوش آمدین. در جلسه امروز قرار هست past continuous tense یعنی زمان گذشته جاری را بیاموزیم. زمان گذشته جاری با نام past progressive tense هم شناخته میشه. بنابراین past continuous tense یا past progressive tense هر دو بیانگر زمان گذشته جاری هستند. زمان گذشته جاری یکی از زمانهای بسیار کاربردی در زبان انگلیسی است. خب در اول با هم چند مثال از زمان گذشته جاری رو میبینیم تا بیشتر با گذشته جاری آشنا بشیم. اولین مثال، من در حال تماشا کردن یک فیلم بودم. I was watching a film. یا این جمله فارسی به زبان عامیانه این گونه بیان بشه: من فیلم تماشا میکردم. مثال بعدی، علی در حال قدم زدن بود. علی was walking. یا این جمله هم میشه به زبان عامیانه این گونه بیان بشه: علی قدم میزد. مثال بعدی، شما در حال نوشتن بودید. You were writing. در این مثال ها اگر دقت کرده باشین همه فعالیت ها در گذشته جریان داشته. مثلا تماشا کردن فیلم در گذشته جریان داشته، قدم زدن در گذشته جریان داشته، نوشتن هم در گذشته جریان داشته. پس زمان گذشته جاری کارها یا فعالیت‌هایی را بیان میکنه که در گذشته جریان داشتن. خب حالا بریم با هم به ادامه درس. در این قسمت درس قرار است با هم فرمول یا ساختار جمله در زمان گذشته جاری را بیاموزیم. به این ساختار دقت کنین. در زمان گذشته جاری ابتدا سابجکت یا فاعل جمله، بعداً was یا were یعنی گذشته افعال to be، به ادامه verb به علاوه ing. یعنی در زمان گذشته جاری فعلها با ing در جملات استفاده میشن. So let's see some examples together. I was reading a book. من در حال مطالعه نمودن یک کتاب بودم. دقت کنین در جمله I subject یا فاعل جمله هست، was شکل گذشته فعل to be، reading فعل هست که به او ing اضافه شده و a book هم کامپلمنت یا تکمیل کننده جمله ما شما هست. The next example، علی was swimming. علی در حال شنا کردن بود. در این جمله هم علی فاعل جمله، was فعل کمکی و swimming هم verb ing یا فعل ما شما هست. The next example، they were writing a letter. آنها در حال نوشتن یک نامه بودند. و در این جمله they subject یا فاعل جمله، were شکل گذشته فعل to be، writing هم فعل با ing و a letter تکمیل کننده جمله. مثال بعدی، she was helping her mother. او در حال کمک کردن به مادر خود بود. خب جملات مثبت گذشته جاری را آموختیم. بسیار ساده و آسان هست. دقیقاً مثل زمان حال جاری هست، با این تفاوت که در زمان حال جاری شکل حال افعال to be یعنی am، is یا are استفاده میشن، ولی در زمان گذشته جاری شکل گذشته افعال to be یعنی was یا were استفاده میشن. So now let's go to this next part of the lesson and learn the negative structure of past continuous tense. در این قسمت درس جملات منفی زمان گذشته جاری را قرار است با هم بیاموزیم. ابتدا ساختار یا فرمول با هم میبینیم. در جملات منفی هم ابتدا سابجکت یا فاعل جمله، سپس was یا were و ادامه قید not و در اخیر هم verb ing یا فعل با ing استفاده میشه. به این معنا که به خاطر منفی نمودن جملات گذشته جاری قید not بعد از was یا were استفاده میشه. So let's see some negative examples. I was not reading a book. من در حال مطالعه نمودن یک کتاب نبودم. The second example، they were not swimming. آنها در حال شنا کردن نبودند. مثال بعدی، the children were not playing. بچه ها در حال بازی کردن نبودند. In the last negative example، she wasn't speaking to the manager. او خانم در حال صحبت کردن با مدیر نبوده. خب میریم به ادامه درس و جملات سوالی گذشته جاری را با هم بیاموزیم.
جملات سوالی زمان گذشته جاری باز هم با این فرمول ساخته میشن. در جملات سوالی ابتدا was یا were، بعداً subject یا فاعل جمله، به ادامه verb ing یعنی فعل با ing استفاده میشه. در واقع در جملات سوالی جای فاعل یا subject با was یا were تبدیل میشه. ببینید مثال ها رو با هم. Who was singing last night؟ چه کسی در حال آوازخوانی بود شب گذشته؟ این جمله یک سوال معلوماتی هسته چون کلمه پرسشی who در شروع جمله قرار گرفته. My favorite singer، آوازخوان مورد علاقه من. The next example، Were you crying this morning؟ آیا شما در حال گریه کردن بودین امروز صبح؟ No, I was laughing. نه، در حال خندیدن بودم. The third example، Were the children playing؟ آیا اطفال در حال بازی کردن بودن؟ Yes, they were. بله بودن. حالا که با ساختار زمان گذشته جاری آشنا شدیم، بریم به ادامه درس و موارد استفاده زمان گذشته جاری رو با هم بیاموزیم. موارد استفاده زمان گذشته جاری. اولین مورد استفاده زمان گذشته جاری رو با هم ببینیم. زمان گذشته جاری عمل یا کاری را بیان میکند که در گذشته در وقت معین جریان داشته. یعنی کاری که در گذشته در زمان مشخص در حال جریان بوده رو میتوانیم با زمان گذشته جاری بیان بکنیم. مثال ها رو با هم ببینیم. Yesterday morning I was writing an email. دیروز صبح من در حال نوشتن یک ایمیل بودم. خب ببینید در این جمله نوشتن ایمیل در وقت معینی در گذشته جریان داشته. یعنی yesterday morning یا دیروز صبح. The next example، Last night my friends were playing cards. شب گذشته دوستانم در حال قطع بازی کردن بودن. باز هم ببینیم که عمل قطع بازی کردن در زمان گذشته یعنی شب گذشته جریان. The third example، 3 days ago at this time Tom was cooking. 3 روز قبل در همین وقت تام در حال آشپزی کردن بود. And now the last example، by the age of 7 my brother was learning English. برادرم در سن 7 سالگی انگلیسی می‌آموخت. یا برادرم در سن 7 سالگی در حال آموختن انگلیسی بود. Let's see the second usage of past continuous tense. حالا با هم دومین مورد استفاده زمان گذشته جاری را می‌آموزیم. گذشته جاری عملی را بیان می‌کند که توسط یک عمل دیگر قطع یا متوقف شده باشد. یعنی کار یا عملی که در گذشته جریان داشته ولی یک کار یا عمل دیگه باعث قطع شدن یا متوقف شدن او شده باشه. این گونه فعالیت ها را میتوانیم با زمان گذشته جاری بیان بکنیم. مثال ها را با هم میبینیم. He was watching TV when the power went off. او در حال تماشا کردن تلویزیون بود وقتی که برق قطع شد. به این معنا که عمل تماشا کردن یا دیدن تلویزیون جریان داشته، قطع شدن برق باعث متوقف شدن تلویزیون دیدن شد. The next example، they were sleeping peacefully until the alarm rang. آنها با آرامی خواب بودند تا اینکه زنگ هشدار به صدا درآمد. یعنی عمل خواب بودن اونها جریان داشت. وقتی زنگ هشدار به صدا درآمد از خواب بیدار شدن. به این معنی که عمل خواب بودن متوقف شده. The next example، she was studying when her mother called. او در حال درس خواندن بود که مادرش زنگ زد. حالا بریم با هم آخرین مورد استفاده زمان گذشته جاری رو بیاموزیم. گفته گذشته جاری چندین عمل یا کاری که همزمان در گذشته جریان داشته را هم بیان میکنه. به این معنا که دو یا چند کاری که در گذشته همزمان جریان داشته اونها را میتوانیم با گذشته جاری بیان بکنیم. So let's see the examples. While I was cooking, my friends were talking about my cooking skills. وقتی که در حال آشپزی بودم، دوستانم در مورد مهارت‌های آشپزی من صحبت می‌کردند. دقت کنید در این جمله while I was cooking یک عمل یا کاری که در گذشته جریان داشته. My friends were talking. دوستان من در حال صحبت کردن بودند. این عمل دومی که در گذشته جریان داشته.
یعنی آشپزی کردن و صحبت کردن همزمان در گذشته جریان داشته. پس گذشته جاری دو یا چند عمل که همزمان در گذشته جریان داشته را هم میتونه بیان بکنه. The next example: Ali was watching the soccer match and his brothers were sleeping. علی در حال تماشا کردن بازی فوتبال بود و برادرانش خواب بودند. دقت کنین در این جمله هم دو کار یا عمل در گذشته همزمان جریان داشته. عمل اولی watching تماشا کردن و عمل دومی sleeping خواب بودن. مثال بعدی: Last weekend my friend was driving and listening to music. آخر هفته گذشته دوستم در حال رانندگی و گوش دادن به موسیقی بود. در این جمله هم driving رانندگی کردن و listening یعنی گوش دادن هر دو همزمان جریان داشته. در این قسمت درس هم ما شما 3 مورد استفاده گذشته جاری را آموختیم. ابتدا کاری که در وقت معین در گذشته جریان داشته. دومین مورد استفاده کاری که در گذشته جریان داشته ولی توسط یک عمل دیگه قطع یا متوقف شده. و سوم هم دو یا چندین عملی که همزمان در گذشته جریان داشته. خب حالا میریم با آخرین قسمت درس و موارد استفاده while و when را با زمان گذشته جاری می‌آموزیم. چگونه while و when را در زمان گذشته جاری استفاده نماییم؟ while با گذشته جاری و when با زمان گذشته ساده استفاده میشه. So let's see the first example together. While I was cleaning my room, Ali called me. وقتی در حال تمیز کردن اتاق خود بودم، علی به من زنگ زد. دقت کنین این قسمت جمله I was cleaning my room گذشته جاری هست، پس while استفاده شده. چون گفتیم while با گذشته جاری استفاده میشه و علی called me گذشته ساده. این نکته رو باید یادآوری کنم ابتدا این که while و when هر دو همزمان در یک جمله استفاده نمیشن. یکی از اینها استفاده میشه. نکته بعدی وقتی که while یا when در شروع جمله قرار بگیره در وسط جمله یعنی قبل از شروع قسمت دومی جمله یک کامه استفاده میکنیم. ببینین چون while در شروع جمله استفاده شده در این قسمت کامه استفاده شده. در همین جمله میتونه موقعیت علی called me با while I was cleaning my room عوض بشه. علی called me قسمت دومی جمله هست که به شروع جمله قرار گرفته. While I was cleaning my room چون این بار while در وسط جمله استفاده شده بنابراین کامه در این قسمت استفاده نمی کنیم. فقط وقتی while یا when در شروع جمله باشه قبل از شروع قسمت دومی جمله کامه استفاده می کنیم. حالا میایم با هم همین مثال رو با when می سازیم. When Ali called me I was cleaning my room. وقتی علی به من زنگ زد در حال تمیز کردن اتاق خود بودم. دقت کنین این بار when با گذشته ساده استفاده شده. گفتیم when با گذشته ساده استفاده میشه. و نکته دیگری که گفته بودیم این بود که when یا while وقتی در شروع جمله قرار بگیرن قبل از شروع نمودن قسمت دومی جمله باید کامه استفاده بشه که استفاده شده. و میتونیم در این جمله هم جای این دو قسمت جمله رو عوض بکنیم. ببینیم با هم I was cleaning my room when Ali called me. این مفهوم و معنی رو ارائه میکنه. تفاوت اینه که I was cleaning my room در شروع جمله قرار گرفته و when Ali called me در قسمت دومی چون when در وسط جمله قرار گرفته کامه هم استفاده نشده. آرزو میکنم که این قسمت درس رو هم آموخته باشین. رسیدیم به پایان درس امروز.